درود بر شما. چطورین؟ خیلی خوش آمدید عزیزان دلم به یونیکورن تاروت وایبز. امیدوارم که عالی باشید هر کجا که هستید و ایام اوضاع بر وفق مرادتون باشه، حالتون خیلی خوب باشه. یه چیزی براتون بگم. الان که دارم براتون این ریدینگ رو انجام میدم، این جایی که من هستم فکر میکنم تقریباً 4-5 روز متوالیه که داره بارون یک سره میاد و این بارونه انقدر زیبا، انقدر خوشگل، انقدر خوش انرژی. من اولا که آرزو میکنم برای ایرانمون هم بارون بیاد، زیاد بیاد، یه جوری بیاد که اصلا سیراب بشه واقعا کشورمون. ولی میخوام اینو بهتون بگم الان که دارم با شما صحبت میکنم، یعنی که بیایید توی این فضا، صدای نم بارون داره میاد و صدای ماشینا که وقتی توی آب رد میشن از چرخاشون، صدای آبی که میاد از زیر لاستیکاشون، اون صدا میاد. بعد شب تقریبا ساکته و یه آرامشی هست، یه سرمایه ریز و یک آرامشی توی این سکوت. و توی این آرامشه میخوام برای شما این ریدینگ رو انجام بدم و یک پیغام شبانه بگیرم. میخوام به این انرژی متصل بشم، به این انرژی آرامشی که الان اینجایی که هستم حضور داره و به این حال تمیز این بارون متصل بشم و ازش بخوام اون چیزی که باید ما توی کارت ها ببینیم برای شما امشب رو به همون نشون بده با نام خداوند. رعد و برق داریم. این رعد، لایتنینگ یعنی رعد، ببخشید یعنی برق. عذر میخوام. اون درخشش آسمان وقتی که داره رعد و برق میزنه. خب داشتم براتون کارتا رو که بر میزدم، این کارت کایوتیه بود، یعنی یه لحظه متوجه شدم که اومده رو. بعد حالا الان هم که باز بر زدم و فلان و اینا، توی دست کارتاتون اولین کارت رو این کایوتیه. کایوتی دیگه اونایی که با من ریدینگ داشتید و توی این کانال بودید از قدیم میشناسید حتما ایشون رو. این کارت کایوتی یک مدل روباهه، یه مدل گرگه، توی صحراهای آمریکا زندگی میکنه. ولی از اون مهمتر کایوتی به معنای یه کسیه که حواسش به شماست و با انرژی نچندان خوبی، یعنی یه حالت یا فضولی یا دنباله داستانیه یا دنباله آماری پیدا کردنه. یه کسیه که چشمش رو به شماست و دنبال انرژی خوبی نیست دیگه. این کایوتیه که همونیه که توی اون کارتون میگ بود که دنبال اون پرنده میکرد، اونه و هیلگر، دنبال پیدا کردن یه ماجراییه، نمیدونم دنبال اطلاعاتی، دست یافتن به اطلاعاتیه که نباید. بعد زیرش هم کارت سورسرره که این کارت هم به معنای جادوگره. خب میخوام این دوتا رو داشته باشیم اینجا، این کنار. حالا در طول ریدینگ میفهمیم که به ما ربطی داره، به ریدینگ شما ربطی داره یا نه. ولی عدد 2 رو من خیلی دارم میبینم، 52 22 12. این عدد خیلی براتون داره تکرار میشه جدیدن و
میخوام اینو بهتون بگم، یه ماجرایی داره رو میشه برای شما، یعنی یه داستانی هست تو زندگیتون که میشه گفتش که مثلا شما از حقیقت اون ماجرای یا بیخبرید یا یه چیزی رو نمیدونید، یه آگاهی داره به شما داده میشه، یه چیزی داره برای شما رو میشه، از یک تاریکی دارید خارج میشید، داره یه بیداری به شما در یک زمینه‌ای داده میشه. با این کارت برق‌آسا، به طور برق‌آسایی دارید نسبت به یک چیزی آگاهی پیدا میکنید. این چیزیه میتونه یه ماجرایی در مورد مثلا یکی از اطرافیانتون باشه، میتونه مثلا حقیقت یه آدمی رو متوجه میشید، میتونه این باشه که یه چیزایی رو در مورد خودتون، شخصیتتون میفهمید. کاری ندارم، هر چیزی که هست داره بهتون میگه که تو لازم نیست کار خیلی خاصی بکنی، همین که سر جای خودت بایستی، آگاهی ها و اطلاعات قراره برای تو بیاد و تو رو از این حالت اینکه داری انگار توی یک حالت مهی زندگی میکنی، مه ذهنی و حقیقت داستان رو نمیدونی، نجات خواهند داد این اطلاعات، بدون اینکه تو خیلی کار خاصی لازم باشه بکنی. حالا خواهیم دید منظور کارتا چیه، از اینکه چه اطلاعاتی یا چه ماجرایی داره برای شما رو میشه. احتمالاً این یه ماجرایی مربوط به همین آدمیه که داره به شما نگاه میکنه، کار دعا و جادو و طلسم و از اینجور داستان مستانا هم بلده احتمالاً. ببینیم چیه داستان. چقدر کارت، یه دونه بهمون کارت بدید لطفاً. ببینید کارت ها رو من میخوام بهتون نشون بدم که شما هم متوجه بشید چیزی که من دارم میبینم. و کارت اولی که در اومده، این کارت میبینید نوشته شیزوفرنی نوشته، در واقع همون اسکیزوفرنی که ما تو فارسی استفاده میکنیم یا شیزوفرنی که استفاده میکنیم، کلمه ترکیش هم همونه. و اگه نگاه کنید یه آدمیه داره بین دوتا ستون، انگار که دوتا مثلا بین دوتا سازه داره کشیده میشه، بین دوتا تفکر، بین دوتا انتخاب، بین دوتا حس، شاید بین یک دوراهی داره کشیده میشه و نمیتونه حقیقت رو از خیال تشخیص بده. کارت توکنمه یعنی تمام نشدنی، چیزی که یک استرس تمام نشدنی، یک حالت به هم ریختگی و تلاشی که انگار به پایان نمیرسه. من چیزی که اینجا دارم میبینم اینه که شما یک کسی توی زندگیتون هست که شما رو توی این حالت استرس و اضطراب قرار میداده. حالتهای شیزوفرنی به معنای اینکه شما مرز بین خیال و واقعیت براتون از بین میرفته. در واقع نمیتونستید تشخیص بدید که الان من این چیزی که دارم در مورد این آدم تصور میکنم واقعیه یا توهم خودمه. انقدر که شما رو توی دوراهی ها، توی حالتهای روحی روانی پر از استرس قرار میداده، شما گاهی اوقات شاید به عقل خودتون هم شک میکردید.
من چیزی که اینجا دارم میبینم استرس زیاده، اضطراب زیاده و یک ماجرایی مربوط به مسائل مالی که باید برای شما تمام میشده، با یه ماجرایی مربوط به یا مسائل مالی یا مسائل خانوادگی دارم میبینم باید تمام میشده، باید به انتهای خودش میرسیده. یعنی اصلا کلا این داستانه باید به انتهای خودش میرسیده. کارت مرگ رو داریم، فرشته مرگ رو داریم که اینجا میبینید چقدرم زیبا کشیده این کارت رو. من چیزی که دارم اینجا میبینم، بذارید براتون جمع‌بندی بکنم. یه کسی با جادو، حالا جادوه میتونه کلامش باشه، میتونه واقعا مثلا طلسم و اینا باشه، کاری ندارم، ولی با جادو، نه با راه سالم نیستید. با جادو، با یک سری بازی‌های روحی روانی یا با کلامی که در مورد شما به کار می‌برده، با روش بازی‌های فکری و روانی که روی شما اجرا می‌کرده، شما رو در استرس و اضطراب مدام قرار میداده. شما رو در حالتی مثل کشیده شدن بین دوتا اتفاق، مثل حالت بین زمین و هوا بودن قرار میداده. شما هیچ وقت از این آدم نمیتونستید مطمئن باشید. ببینید این کارت رو، یه کسی که این بین داره کشیده میشه، یعنی بین زمین و آسمان بودنه، بین دوتا چیز قرار گرفتنه رو من دارم میبینم. و اینکه یک حالت اعتماد به نفس، آرامش، سکون، حتی حالتهای رسیدگی، مراقبت از خود، همه اینها رو شما در اثر بازی‌هایی که این آدم با شما کرده به لحاظ روحی روانی از دست دادید. و حتی تا الان و امروزی هم که دارید این ریدینگ رو میشنوید، بعضی از شما خیلی چیزها رو هنوز در مورد این آدم نمیدونید و خیلی مثلا دستش یه جورایی هنوز برای شما به اندازه کافی یا به طور کامل رو نشده. ولی من اینجا چیزی که دارم میبینم اینه که این آدم داره به شما نگاه میکنه و دنبال ورود به زندگی شماست، دنبال پیدا کردن یک راه حلی برای ورود به زندگی شما. چون با این کارت مرگ من دارم میبینم که شما در رو روی این آدم بستید، در انرژیاتون رو حداقل بستید یا تلاش کردید یه فاصله‌ای بگیرید، اما هنوز در توهماتی هستید نسبت به این آدم یا در مورد این آدم حداقل. ببینیم دیگه چی میگن کارت ها. چقدر کارت، یه دونه بهمون بدید لطفاً. بله، شما در رو بستید روی این آدم و از زندگیتون انداختیدش بیرون، حذفش کردید. برای خیلیاتون دارم میبینم این فرد مرد یا زنیه که فرزند داره. این فرزند، این بچه رو اینجا میبینید، زنیه که بچه داره یا مردیه که بچه داره. و چیز دیگه ای که دارم میخوام براتون ببینید اینجا این کارته. ببینید این آقا روی کول این یکی آقا نشسته و داره بهش دستور میده که برو جلو، حرکت کن. این مسیریه که این آدم با شما حرکت میکرده، این کاریه که این آدم با شما میکرده. من چیزی که دارم میبینم اینه که این فرد از کول شما بالا میرفته برای رسیدن به یک سری موقعیت ها، رسیدن به یک سری منافع یا به دست آوردن یک سری چیزها. این کسی که من اینجا دارم میبینم ممکنه که یک مرد، چون شاه سکه رو داریم اینجا، ممکنه یک مرد متولد اردیبهشت شهریور دی یا یک زن متولد اردیبهشت شهریور دی باشه. مهر ماه رو داریم، دی رو دوباره مجددا داریم. کاری ندارم، ماه تولد خیلی اهمیت خاصی نداره، ولی میخوام اینو بهتون بگم
ممکنه که مرد یا زن باشه، هر کسی که هست میتونه این فرد کسی باشه که با شما شریک مالی بوده، با شما داستانهای مالی داشته، یه جاهایی به شما از لحاظ مالی و کاری گره خورده، یا اصلا اینا نباشه و ماجرای عاطفی باشه بین شما و این فرد. کاری ندارم، هر چیزی که هست خیلی واضحه. این آدم از کول شما بالا میرفته، از کول شما بالا میرفته. ممکنه که لغت به لغت این برای شما معنی نده، ولی انرژی شما رو میخورده. کسی که من اینجا دارم میبینم سوء استفاده انرژیکی داشته و شما رو در یک حالت توهم و اینکه نمیدونستید دارید چی کار میکنید یا حالت گیجی، گمی، سردرگمی قرار میداده. از این طریق از شما استفاده ها و سوء استفاده هایی میکرده. شاید در باغ سبز نشون میداده، شما رو به یک آینده‌ای که نیست، وجود نداره یا حقیقت نداره امیدوار میکرده. به خصوص تو بخش مالی دارم میبینم کسایی بودن یا کسی بوده که به شما یک آینده‌ای راجع به یک مسیر کاری و مالی فروخته. به لحاظ روحی روانی باعث شده شما یه باوری پیدا بکنید، یه جایی با این آدم سرمایه گذاری بکنید که نباید، یا به لحاظ عاطفی آینده‌ای رو به شما به لحاظ عاطفی گفته که واقعیت نداشته، یا اصلا حسی رو در شما به وجود آورده بدون اینکه خودش بخواد همون حس رو داشته باشه یا بدون اینکه خودش بخواد اینطوری فکر بکنه. به هر حال این آدم الان در حال صحبت کردن با یک کسیه که یا جادوگر طرف یا دعانویسه، یا یک کسیه که زبان چیزی داره، بلده کارشو. میخوام اینو بهتون بگم، طرف بلده کارشو، داره سعی میکنه یک راهی پیدا بکنه. اگر راه داره، مثلا اگر طرفو بلاک نکردید، هنوز در ارتباط هستید، صحبت میکنید، انتظار اینو داشته باشید که یواش یواش صحبت‌هایی که با شما میکنه متفاوت بشه، چون یه کسی داره بهش یاد میده که چجوری صحبت کن که ما رو از تو لونه‌اش بکشی بیرون. خب اما اگه بلاکش کردید و اینها، برای خیلی از شما که بلاکش کردید و در ارتباط نیستید، دارم اینو میبینم که طرف از یک طریق انرژیکی مثل جادو و جنبل و دعا و فلان و اینا داره سعی میکنه که به شما نزدیک بشه. میخوام ببینم که نتیجهش چی میشه. حالا نتیجه همه بازیایی که در میاره. چه بازیایی که پیام و این داستانا و کلامش باشه، چه بازیایی که به لحاظ انرژیکی با جادو و جنبل بخواد دراره. نتیجهش رو میخوام ببینم که چیه. هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. شما به حدی از آگاهی رسیدید که نمیتونه روتون تاثیر بذاره. کارت زیر دستتون رو ببینید، یه کارت سیاهه که هیچی توش نیست و اصلا معنای این کلمه‌ای که روش نوشته میبینید هیچلیک یعنی هیچی، پوچی. و این کارتیه که داره نشون میده یک حالت رسیدن به یک حالتی از عرفان، یک حالتی از آگاهی که هیچ چیزی براتون اونقدر مهم نباشه و عمق مسائل رو درک کرده باشید، عمق عرفان، عمق آگاهی. خب حالا اینجا کارت هایی که در اومده، کارت امپراتور، کارت 3 جام و کارت ماجیشن، همه این کارت ها داره نشون میده که ببین شما از این ماجراها قوی‌تر، بزرگتر و جدی‌تر هستید. این کارت آسی که آسی کلمه فارسی عین الف صادیه، آسی شدم از دستت، یا کسی که آسیه یعنی چیز نمیکنه، چی بهش میگن، سرکش، حالت سرکشی. چیزی که من اینجا دارم از شما میبینم اینه که شما الان به حالتی از عرفان و شناخت خودتون رسیدید. سرکشی در وجود شما وجود داره
و حقیقتی رو در مورد خودتون میدونید که این آدم خیلی نمیتونه تأثیری، یعنی اصلا نمیتونه تأثیری روی شما بذاره. پس نگران این که چی کار میخواد بکنه و چی جوری میاد و میره و فلان و از این حرفا نباشید. ممکنه یه سری تلاشا بکنه خیلی سطحی برای اینکه بخواد شما رو توی بازی بکشه، نمیتونه. اصلا تواناییش در این آدم نیست. یه زمانی شاید این تاثیر رو میتونست روی شما بذاره، اما الان نه، به هیچ وجه. نگرانش نباشید. فقط شبیه به یک آگاهی، انگار که حواستون جمع باشه، اینو خواست انگار تاروت بهتون بگه. به هر حال عزیزان دلم، امیدوارم که لذت برده باشید. اگر این طور هست حتما لایک رو بزنید، حتما سابسکرایب کنید توی کانال و من شما رو تا ویدیوی بعد به دستان خداوند آرامش و عشق الهی میسپارم. در نور باشید.